سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ شب و روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستین سالم و سلامت باشین، لبخند رو لباتون باشه، جیباتون هم پر پول باشه. خوش اومدین به یکی از ویدیوهای دیگه من. ویدیوی امروز من در مورد ماشینی که فعلا دارم ازش استفاده میکنم، زیر پام تویوتای هیبرید پریوس. دیگه گفتم یه ویدیو بگیرم شاید خوشتون بیاد. پس بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، من دوربین رو اینجوری کار گذاشتم، گفتم شاید بهتر باشه که تصویر جلوی چیز رو بتونین خوب ببینید، ماشین رو. دیگه یه دوری با ماشین میزنم، ماشین رو بهتون نشون میدم از بیرون همه جاشو که چیزی از جادار هست جادار نیست. بعد بنزینم هم داره تمام میشه، میرم یه بنزینم بزنم که قیمت بنزینم تو اینجا کشور هلند بهتون نشون بدم که بنزین لیتری چنده، دیزل لیتری چنده. یه ماشین خوبیه، بدک نیست. این کلمه که گفتم فقط یه نفر میدونه که من چرا اینجوری گفتم بدک نیست. خب خلاصه ولش کن، بریم سراغ ویدیو. داشتم میگفتم که ماشین خوبیه، بدک نیست دیگه، خیلی جاداره. یعنی من الان خودم که پشت فرمون نشستم، قدم 1.74 یا 1.76، همین چیزا هست فکر کنم دیگه. جام خیلی چیزه خوبه، بزرگه. بعد عقبم که بشینم خیلی جاداره دیگه. کلا ماشین خیلی بزرگه، یعنی مثلا واسه یه خانواده انتخاب مناسبیه، واسه مجرد هم انتخاب مناسبیه. کلا ماشین خوبیه که چی، جادار و مطمئن، راحت میتونی هرچی لوازم داری اونجا صندوق عقب اونجا جاش کنی. دیگه منم از این راضیم، چون هر روز 40 یورو همین چیزا بنزین میزنم دیگه. نمیدونم کلا چند لیتر میشه، ولی خب همون 40 یورو واسه یه روزم بسته. یه روزی که مثلا من 7 ساعت 8 ساعت با ماشین کار میکنم بسته دیگه. اینجا پارک میکنم که ماشینو از زاویه های دیگه براتون نشون بدم. دیگه گفتم یه چند دقیقه اینجوری فیلم بگیرم شاید خوشتون بیاد. خب اینجا رو که میبینین دیگه قسمت جلوی ماشین گفته میشه. ماشین ساده ایه دیگه، مثلا اینجا CD و رادیو و این چیزا، این هم واسه کولر و دندشه. بعد اینم عقبشه، میبینین که خیلی بزرگه. الان از جای دیگه نشون میدم که خوب ببینین. دیگه الان نگاه کنید، این مثلا جای رانندشه. خب میبینید که خیلی بزرگه. بعد اون بغل این عقبشه هم میبینید خیلی بزرگ و جاداره. من یعنی خودم که الان اینجا میشینم میبینید خیلی جا اینجا دارم. بعد دیگه خب 3 نفر یعنی راحت این عقب جا میشه. اینم از یه زاویه دیگه جلوش نشون بدم. دیگه این از داخلش بود که بهتون نشون دادم. این هم صندوق عقبشه، میبینید خیلی بزرگ و جاداره. بعد اینجا خود نرمال چیزم هست، جای لاستیک زاپاس و جک و این چیزا. ماشین من این چیزا رو نداره دیگه، اونجا خرت پرتامو گذاشتم آشغالامو. بعد اینم زاویه موتور بهتون نشون بدم. این هایبریدش یا همون هیبریدش عقب ماشینه. اینجا قسمت چیز موتور این چیزاست دیگه. این رخ ماشینه، رخش هم خوبه، یعنی رخ خوبی داره.
این از این زاویه دیگه داخلش هم که کلا بهتون نشون دادم که چجوری هست، جادار یا نه. این از این تا الان دیگه. الان میریم سراغ بنزین زدن. اونجا بریم بنزینم بزنیم. من میخواستم دوربین رو قطع کنم ولی گفتم همینجوری باشه بهتره دیگه. شما هم یه فیزی ببرین دیگه. امیدوارم دوربین نیفته دیگه. داخل ماشینم که دیدین که خیلی جاداره، خیلی خوبه. الان من میرم بنزین بزنم، بعدش دیگه با اجازهتون میرم سر کار دیگه. ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین. همون لایک، همون سابسکرایب به من خیلی انگیزه میده، روحیه میده دیگه. منم باید یه کاری بکنم که وقتم یکم بیشتر بشه، وقت بیشتر بتونم بذارم واسه یوتیوب که بتونم کلیپ های بیشتر براتون بگیرم. بنزین زدنم اینجا با ایران فرق میکنه دیگه. ایران اونجا میری یه نفری هست بهت میگه که چی میخوای، بنزین، دیزل، که من یعنی همون شخص براتون بزنه، بعد دیگه پول رو به اون طرف میدین. ولی اینجا دوربینم یکم کج شد. اینجا دیگه خودت باید بزنی. میای اینجا دیگه، قیمتاش هم اینجا هست. همین الان باید پشت سر من یه ماشین بیاد دیگه. میای اینجا راحت پارک میکنی. این دوربینم هم چیز شد، کنده شد. خب ماشین رو خاموش میکنی. بعد از این پایین باید جای بنزینشو باز کنم. میرم سراغ بنزین زدم دیگه. اینجا هم که خیلی راحته. اونجا که اینجا میبینین با اپل پی پرداخت میکنی. اینجا مثلا میتونی کارتتو بزنی دیگه. اینجا معلوم میشه که چه چیزایی داره. قیمت ها هم که اونجا هست. قیمت ها دیگه الان یه جوری الان خوب شد. 1.90، 2.12، 1.73، 2.30. این هم از قیمت ها بود دیگه. من بنزینم رو میزنم، بعد دوباره در خدمتتون هستم. خب بچه ها، اینم بود از بنزین زدن من که دیدین 30 یورو زدم، 16 لیتر شد. بعدش هم لیتر 1 یورو 90 سنته. بنزینو که زدیم خیلی ریلکس میایم سوار ماشین میشیم، میریم یکم جلوتر. خب بچه ها، این بود از ویدیوی من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خلاصه گفتم یه ویدیو از ماشین بگیرم، شاید خوشتون بیاد. این بود از ویدیوی من دیگه. منم آروم آروم با اجازهتون میرم سر کار. بعد امروز کار کنم دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حمایت کنین، ویدیو رو لایک کنین دیگه، کانال رو سابسکرایب کنین. بعد دیگه نظر بدین که از چه ویدیوهای خوشتون بیاد، من بتونم همون ویدیو رو براتون درست کنم دیگه. من هرچی جلوم اومد ازش درست میکنم دیگه. امروز گفتم درباره چیز باشه، ماشین باشه. بعد ویدیوهای بعدی هم خب همینجور درباره مگنت فیشینگ و جاهای اگه گردش رفتم واسهتون فیلم میگیرم دیگه. الانم گفتم آروم آروم برم طرف کار.
روز خوبی رو براتون میخوام، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. دیگه همیشه سالم و سلامت باشین، لبخند رو لباتون باشه، جیباتون هم پر پول باشه. دیگه ویدیو امروز هم همینجوری تمومش میکنیم که کم متفاوت باشه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. دیگه تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوبی داشته باشین. فعلا دیگه خدا حافظ.